سرخط خبرها. ادامه تلاش ها برای حل تنش ها میان کابل و اسلام آباد. ایران از برگزاری نشست درباره افغانستان با حضور کشورهای منطقه خبر می‌دهد. نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای افغانستان مثبت است. تکذیب اجباری شدن ویزا برای افغان‌های دو تابعیته. ضیا احمد تکل میگوید ورود افغان‌های دو تابعیته به کشور نیاز به ویزا ندارد. افزایش اخراج مهاجران افغان از کشورهای مختلف. از آغاز سال روان تا اکنون بیش از 300,000 خانواده افغان به کشور برگشتند. تلکه او 9,000 او 904 تنه مجردان راوستل شوي. و نگرانی سازمان ملل از محدودیت کمک رسانی در غزه. سخنگوی این سازمان از اسرائیل خواست که محدودیت ها را لغو کند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه 21 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه ایران از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفتگو درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داده است. سخنگوی این وزارت گفته که تهران از هیچ کوشش برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه دریغ نمی‌کند. گزارش از نستر نمیری. افغانستان بار دیگر در مرکز توجه کشورهای منطقه قرار گرفته است و در همین چارچوب تهران هفته آینده میزبان نشست مهم با حضور نمایندگان ویژه چند کشور همسایه و مؤثر در تحولات این کشور خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که نشست با هدف بررسی آخرین تحولات افغانستان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه برای تقویت ثبات، کاهش تنش‌ها و گسترش همکاری برگزار می شود. نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای افغانستان مثبت است و برای پیچیدگی‌های مسائل افغانستان می‌تواند نقش هموار کننده داشته باشد. همچنین سفیر روسیه در پاکستان نیز با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان گفت که مسکو دو کشور را به حل اختلافات از راه دیپلماتیک دعوت می‌کند و افزود که هراس افغانی تهدید جدی برای روسیه است و مسکو در صورت توافق طرفین آمادگی میانجیگری دارد. همه دست به دست هم داده، یعنی برای آمدن صلح و ثبات در افغانستان هر کدام به سهم خود چی کرده میتونن کار را بکنن و در مجموع نگرانی‌های امنیتی و ناامنی که است برای رفع کار بکنن. اما برخی آگاهان با اشاره به نشست‌های متعدد برگزار شده در قطر، استانبول و عربستان سعودی به این باورند که تا حاکمان کابل و اسلام آباد به صورت مستقیم به توافق نرسند، هیچ میانجیگری نمیتواند تنش‌ها میان دو طرف را حل کند. تا زمانی که دو طرف اصلی قضیه که عبارت از حاکمان فعلی افغانستان، طالبان و دولت پاکستان با هم کنار نیایند و مستقیما با هم تفاهم نکنند و مذاکره نکنند و بالاخره به یک راه حل اساسی و ای که خواسته های دو طرف از طرف مقابل هم قبول شود و به یک نقطه مشترک برسند، تا او زمان هیچ میانجیگری و هیچ نشستی که در هر کشور باشه، چی ایران، چی عربستان سعودی، ترکیه و یا قطر، نمیتونه که حل مشکلات میان کابل اسلام آباد باشد. ایرانی‌ها به خوبی میفهمند که تنشی که ایجاد شده یک سناریو، یک برنامه بزرگ استخباراتی است به خاطر ناامن ساختن منطقه و در این سناریوی که پاکستان روی دست داره منافع ایران هم تهدید میکنه، نه تنها ایران بلکه یک تعداد کشورهای منطقه با این تنش‌ها مورد تهدید قرار میگیره. بنا نگرانی‌های ایران از تهدید منافع کشور خودش است و تلاش میکنه که به شکلی از اشکال بتونه در این راستا نقش داشته باشه و نقش خود ایفا کنه. گفتنی است که پس از آغاز درگیری‌ها و افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، کشورهای ترکیه و قطر تلاش‌های برای میانجیگری انجام دادند، اما این اقدامات نتیجه در پی نداشت. در روزهای اخیر نیز ایران و روسیه آمادگی خود را برای کاهش تنش‌ها میان دو طرف اعلام کردند.
وزارت خارجه گزارش‌ها درباره اجباری شدن دریافت ویزای کشور برای افغان‌های دارای شهروندی دومی را رد کرده است. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه در اکس گفته که هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است. به گفته آقای تکل، افغان‌هایی که مایل به سفر به افغانستان با پاسپورت خارجی هستند نیازی به دریافت ویزای افغانستان ندارند و بدون ویزا می‌توانند سفر کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آمار می‌دهد که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون 367,869 خانواده به گونه اجباری و داوطلبانه از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. سخنگوی این وزارت می‌گوید که در این مدت 10,730 تن از زندانیان افغان از زندان‌های مختلف پاکستان نیز آزاد شدند. گزارش از زناهی تندر. وزارت مهاجران و عودت کنندگان آمار می دهد که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 367,869 خانواده به گونه اجباری و داوطلبانه به کشور برگشتند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت به خبرگزاری آفاق می افزاید که در این مدت 10,730 تن از زندانیان افغان از زندانهای مختلف پاکستان نیز آزاد شدند. 1,933 کورنۍ له ایران راغلي، 1,09,953 کورنۍ له پاکستان راغلي او 383 کورنۍ له ترکیې څخه راغلي دي. همداراز په ورته مهال له یادو هیوادونو 8,904 تنه مجردان راوستل شوي او 10,213 تنه زندانیان د پاکستان له مختلفو زندانونو آزاد شوي او خپل هیواد ته راستانه شوي دي. همزمان با این عبدالجبار تخاری سرقنصل امارت اسلامی در شهر کراچی با اشاره به تجدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 20 مهاجر افغان که به جرم‌های مختلف گرفتار شده بودند در پاکستان زندانیاند. محبوسین جدید در ایالت سند نداریم. یک تعداد محبوسینی که به جرم‌های جنایی گرفتار است تعدادشان از 20 متجاوز نمی باشد. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که پاکستان از مهاجران افغان به عنوان فشار سیاسی بر ضد افغانستان استفاده می کنند. د مهاجرینو مسله دا یو ډیره د کمزورتیا خبره ده چې دوی زور له مهاجرینو وباسي. موږ غواړو چې یو افغان هم پاکستان کې پاتې نشي، لیکن د یو چارچوکاټ د جوړولو پر اساس به دوی افغانستان ته راشي. بر اساس آمار وزارت مهاجران و عودت کنندگان در جریان 18 روز ماه جاری 15,989 خانواده از کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان به کشور برگشتند. و در ادامه همچند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل نسبت به محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل بر کمک رسانی در غزه هشدار داد. فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل این سازمان اعلام کرد که دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همزمان با اوج طوفان بایرون در غزه بیش از 160 هشدار سیل دریافت کرده است. او با بیان این که ادامه محدودیت‌ها مانع پاسخگویی به نیازهای فوری خانواده‌های فلسطینی می‌شود، خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شد و تاکید کرد که کودکان در معرض خطر جدی سرمازدگی قرار دارند. وی همچنین خواستار پایان دادن به ممنوعیت فعالیت بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و آنروا در غزه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را متهم کرد که از طرح واشنگتن برای حل مناقشه اوکراین حمایت نمی‌کند. او مدعی شد که آمریکا اکنون به توافق صلح با روسیه نزدیکتر از هر زمان دیگر است و بخش‌هایی از طرح اولیه شامل 4 یا 5 بخش مختلف کنار گذاشته شده است. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که هفته گذشته ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و چارلز کوشنر داماد ترامپ در کرملین دیدار کرد. گفتگوهای 5 ساعته طرفین درباره ابتکار صلح آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده است. کرملین در یک اعلامیه گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پیرامون توسعه بیشتر روابط دوستانه میان مسکو و کاراکاس گفتگو کردند. پوتین در این تماس حمایت خود را از سیاست‌های دولت مادورو با هدف حفاظت از منافع ملی و حاکمیت ونزوئلا در بحبوحه فشارهای فزاینده خارجی اعلام کرد. در همین حال امریکا 6 نفتکش حامل نفت ونزوئلا را پس از توقیف یک نفتکش تحریم کرد. وزارت امور خارجه ایران اقدام امریکا در توقیف نفتکش ونزوئلا و تصرف شناورهای تجاری متعلق به سایر کشورها را محکوم کرد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.